سلام بچه ها، چطورین؟ من و داشتاوش امروز اومدیم با یه دوئل برای چنل های یوتیوب. بچه بازی شرطی 180 تا سی پی استا 200 تا بهش خودت 220 تا هستی. 220 تا بریم راوش هستم که بتل پاسم بزنم. الان تو ویدیو روشنه؟ من نه، خودت بگیر. بذار تو پیج خودت. بچه‌ها حتما چنل آقا شنتیا دارم ازت تعریف چنل شنتیارم حتما و چنل خودم ساب کنید. شاید ویدیوی از پلی استیشن هم بگیریم. از پلی استیشن ما ستامون پی اس داریم، سر همین احتمال ویدیو از پلی استیشن خیلی بالاست. اگه ویدیو لایک های این ویدیو به 500 رسید لایک نداریم، میریم ویدیو میگیریم با مجازات شما، مثلا اسم میگیریم، خیلی بالا همه چی رو آشکار میکنیم. اگه رسید وای بچه من دیگه دارم بتل پس رو میزنم. آقا هر کی این ویدیو به 4 کا سابسکرایب رسید بتل پس براش شارژ کنید. آره بچه ها، اگر ویدیو سابسکرایب این ویدیو به نه 4000 تا زیاد 500 تا سابسکرایب رسید یه بتل پس ما به نفر اول با آخر ما 2 تا بتل پس بگیریم. سریع بجنبید سابسکرایباتون رو بزنید که قراره بتره کنیم با جایزه ویژه. بچه ها به غیر از چنل راوت، چنل منم از این جایزه میدونم. اگه کابتی لایک نخوره بسته همه چی میذاریم دیگه، ولی اگه ویدیو همه چی میذاریم مثلا. ولی اگه سابسکرایب های این ویدیو به 500 تا رسید یه بتل پس به نفر اول، یه بتل پس به نفر آخری که سابسکرایب کردن میدیم به پول دستش گل. بچه ها اکانت من یه اکانت جدیدم چون یه خیلی بسره کشیدم حدود 15 تومن فروخت. تو این اکانت جدید من فقط براش یک سی پی زدم. نمیدونم چرا هیچی نمیده. من 2 کی زدم 4 5 گرد اسکین گامزو گامزو 2 کی زده گامزو اسکین مانداری راش هستی هر کی به رسید بازی حریفش لفت بده هستی؟ نه آره باش آقا، هر کی به 15 تا رسید لفت بده اونی که دیگه لفت بده. باید من میخوام بچه رو نیاز دارم 200 سالا باشه 200 آقا چون فرق من که میزنم نیستم. در هر صورت ولی یه چیز هم میکنیم ویدیوهای دیگه میذاریم. آره ما کلا ما سه تا حالا یه رومنایی داریم اگه یوتیوبر جایی اونم میذاریم. ما کلا همه اسمش نه لو نمیدیم. آشان لو نمیدیم. فردا قراره چنل
بزنه. امروز یا قبلا فردا یه دونه کانال تو رودیفا داشته. حالا اونو نید که- داریم؟ چی نداریم. نید چرا نت برای پرو. اوه 9 رسیده من. چقدر گم بده. مربعیه. اصلا فهمید نیست. بچه چون وقتی ویدیو ما داره تمام میشه ما همینجا ویدیو رو تمام میکنیم. لایک و ساب یادتون نره. خدا نگهدار.